سلام توجین، من پدرت هستم. مرامت سال نویت گوش کردم که چقدر گپوی شکی مردم دعوت کردیسی که بکشین، مردم کورچه قطی بزنین، کورد قطی بزنین، چی قطی بزنین، باور کن ناراحت شدم که ای گپوی تو ببین ایچ خیلی گپای، ایچ خیلی مسلمانی های، ایچی رفتارای در کدام جای قرآن آمدگی های که دعوت کنن ای دیگه جا که مردم با چیزی کشتار بجایی که جوانا رو ما تعلیم بتیم ای چیزی کشتار ای کاری بد بگردن در کدام جای قرآن تا آمدگی که دعوت کردیسی که بکشین کارت قطع بزنین چی قطع بزنین باور که من ناراحت شدم. ای گپای تره ایچ خیلی گپای ایچ خیلی مسلمانی های ایچ خیلی رفتارای ای رفتارای کجای افتیده ای کدام کتابی افتیده. شما میدونستین که من کسلی بودم، چلاق بودم، مرا پرتافته رفتین. حاضر ببینین مادرتون کسل کردین در جاگه چیز کسل خواه. مادر توجدین ایروی توجدین کسل قند دولینی کسلی دیل سید کسل ایروی پیسرش روز ببینید بیمار در جاگه خواه. فکری پدر مادر نکردین. ببین که مرا کسل کردین، اوچتا کسل کردین، اکه و دودرت آواره کردین، تمام اویله را شرمنده، خیش تورا را شرمنده کردین. تمام آدمی که ما را میشناختن قطعی ما سلام میکردن، قطعی ما گم میزدن. این روز ببین ایروی تشیده همه یا رو گردانن که چه بچه تربیه کردگی. ما با این امید تاریخ تربیه نکردم که تو تروریست شای، تو آدم کش شای، تو دعوت کنی جمعنا رو که با تاجدین خودت علم دینی نداشتی، علم دنیوی نداشتی. با شما همین آدمایی رو دعوت میکنین که همین رو که همین رنگ تو شوند، همین که تو دعوت میکنی همین که علم ندارن، علم دنیوی ندارن، علم قرآنی ندارن. با همین گپیتر میگیرن. وی چی کاره چی که داره ای خدا نمیترسید. تاجدین ببینین این اویله رو خراب کردین، این اویله رو کسل کردین، این اویله رو چقدر سرگردانی کردین. شما با میخواین که دیگه اویله ها مثل همین اویله های همین خانوادی شما شوند، کسلی و بیماری و سرگردانی و دویم در فکر هیچ خیلی این رفتار شما ای کجا افتین من نمیفهمم. شما همین رفتار کرده هستین که یک مسلمان شما توقعین. تمام تاجیکستان نامسلمانن، تمام برامتات مسلمان تاجیکستان رو نامسلمان میگوی. او هیچ خیلی مسلمانیه که مسلمان رو نامسلمان بگوی. شما ای کجا این روایت افتین، ای کجا این گپی افتین. شما یک بیس فکر که تو چی گفته هستی، چی رفتار کرده هستی. این رفتارت یگام جد تمام ملک دینات محقول نیست. تمام کجایی که برای این رفتارت را گوش کنن باور که لعنت میفرستن در تو. ما به یه امیدی بچه کلام کدوم که بخونن، هم در دولت خدمت کنن، هم خدمتی مرا کنن. این روز سرم به بالین آمد، سرم برداره، سرم به بالین ای روی غم بیماریه. من غم بیمار شدم. بچه به خونی جگر کلام کدوم. من به امید شما رو کلام کردم در 27 کدوم. من تروریست نکدم. من آدم کش و آدم در راهی بد دعوت کن نکدم. آخی من گفتم بچه هم بالای سرم بگیرم. من گفتم آخی من دیگه طاقت ندارم مسلمان. آخی بخی بیا آخی پیشم بیا. مردم در هر رو دعوت نکن. رفتی خودت سوزاندی برای سوختم. هر بدری بلیسه من میرم ایوس مرا کشال میاره. آخی بیا در برو بیت بگم تو خدمتی مرا کدی. تو بیا بچه. آخی این سالم نبود. دندان نداشت، خط پستک میگفتنش، تاجک میگفتنش، به دندان میگفتنش. سیمفی نفرید بچه مکتبه. بردم در مکتب شبانه ماندم شه. مکتب شبانه خون محکم شد. تو چی دی بچه ها خانوندی برای نخانوندی؟ بکو بچه
یا تکنیکم ده میمانون تو بیا درگه سینارا کار که او تا درگه سینارا کار کدیسته کار خوندیست ما به این امید فرزند کلام کردم ما به نونی حلالی زور زور کلام کردم فرزند دارم به گشنگی تشنگی کلام کردم فرزند دارم به خوری زاری این دل جگری من نمونده هیچو تمام کده میرم یکم سویتسکی خوره اولی نه ورچم هر روز کسلم بچه ما فرزند به او امید کلام کردم که این روز در برم بیستم من شیری سفید دادم که باید اویم بیای به زندگیم ببینم شه هر خطایی کرده باشه به زندگیم ببخشم شه وقتی من مردم دیگه بخشیدن حاجت نیسته اینمی حالی بیای من ببخشم شه حالی همی دست کشی کنه همی کارا ما ببخشم شه ما یا این دولت نو خوردیستیم گشتیستیم تربیت گرفتم فرزندای ما این دولت فرزندی من باشه همی من رو بخره بیای دربری من بشین و نالشتای من رو بینه بیای با تیو دوله نیزه دیگه پشت کار نمیکنه 30 سال در دولت کار کنه چه همه من رو میروزه پگاه پگید همه من رو 27 سال آسان نیست فرزند کام کنی میگه و میدم نیستم اون در رو راه میرم اساس ایو همین نهضتی ها کردن بردن در چیزای سرشان گفتن که این تکنین او تکنین همین راه گرفتن رفتن این راه در چیز خشون زیمه خشون قبول کردن رفتن فکر نکردن که آخری ای چی میشه اگر هم نهضتی ها را از سال 92 فکر کنیم فکر یا کلید کاری یا فکر یا ویران کاری یا ای چی فکر دارن ای چی مقصد دارن یا فکر پیشروی نداشتن فکر یک چی نداشتن که ما یا عبود کنیم یا چی کنیم برای همین ما مراجعت کردیم که هم جوانا رو که نگیرن گپی هم خیلی آدمای افراطگر آدمای تروریست همین سخنهای هم رو گوش نکنن گپی هم رو نگیرن که ای پدر و مادر میمونن ای وطن میمونن ای زندگی خوب میمونن ای همه چی میمونن عقوبتی و مردن ما رو ببین در کوچه ها میریم میگن که پدر تروریست ما ایروز پدر تروریست شدیم وقتی گپم میشنویم باور کنین فقط ما میگیم که خدا جون ما رو بگی که در شرمندگی ما رو خوش نکن یک کار شرمندگی ای نخواد دولت برای ما جای کار بتیه برای ما زندگی خوب بتیه آرامی بتیه یکم آرامی ما دیدیم ناآرامی رو 92 در نورک چقدر ناآرامی بود چقدر کشاکشی ها بود چقدر چیزا بود این ما دیدیم ببین ایروز فرزند ما چی کار کرد خیلی کردم که با همون 92 در سر ما گردان شد در خانه ما همون ناآرامی ناچیز انمو گردان شد ای گفتهای توجیدین ای کبدارهای توجیدین ای رفتارهای توجیدین وقتی شما سوریه رفتین از سوریه تماس گرفته با رئیس نهضت اسلامی نورک ملا قهرمان پرچم سیاه را زدین از روی پرچم 13 نفر جوانان نورک و محکم خانه محکم شدن تا 25 سالی را 4 سال تا 25 سال در محبس خانه محکم شدن ببینید چی کار کردین شما همه اسلامیش همه رفتاری کبدار اسلامیش